تصادفاً یک سالی هم که این آقای نصرالله اسدحسن آمده بود قم برای درس، و هنوز مرحوم آصل عباس در کل حزب الله بود اگه یادتون باشه. بودم پس میشه سال 68 69 70 این 2-3 سال. حالا این سالها من یادم نیست. بله. دیگه یک جریانی پیش آمد، بعضی از طلاب لبنانی با ایشون آشنا بودن و واسطه شد. یک شب ایشون اینجا آمد و که خیلی هم با احترام زیاد که اگر محبت کنی یه درسی بر ما بگذار، که برای ایشون یک درس. ایشون گفت که مثلا شورای مرکزی تصمیم گرفته من بیام قم، محرمانه تقریبا بود، علنی نبود، مخفیانه بیام قم و اسدحسن الان دبیرکل، من کار علمی بکنم. لذا ایشون آمد اینجا، نمیدونم حالا دقیقاً کدوم درس رو میام، از من تقاضای درسی کرد که و خورد به ماه رمضان، مثلا همین ایام بود آخرای شعبان بود که دیگه از ماه رمضان من برای ایشون در همین اتاق اینجا یه درسی رو شروع کردیم و خصوصی بود. بله، من گفتم 2 نفر از دوستان لبنانی من بودن که الان هر دو لبنانن، اینا هم باشن. گفت اشکال نداره. این 2 نفر بودن، 2 آقای اسدحسن نصرالله، و انصافا هم خیلی مقید به مثلا ساعت 9 دقیقاً ساعت 9 دم در بود. به نظرم یه پاسدار یا 2 پاسدار هم باش بودن. من چون نگاه نمی‌کردم با یه پاسدار. استعداد علمی چطور بود؟ خوب بود، استعداد هوش استعداد خوبی داریش. گفت هم فقه باشه، هم اصول باشه، هم حدیث باشه، هم رجال باشه، یه کشکولی. و تازه اون وقت این کتاب جامع الاحادیث، اون چاپ قبلیش، نه این چاپ 31 جلدی، جلد به نظرم 14 بود، 10 بود، جهاد بود 14ش دیگه. ما با کتاب جهاد جامع الاحادیث برای ایشون شروع کردیم. از اول کتاب جامع الاحادیث کتاب جهاد رو با ایشون، و به همین مناسبت هم بحث‌های تاریخی می‌کردیم، هم بحث‌های رجالی. اگر حکمی بود، مسئله بود، بحث‌های فقهی، آراء فقهی، اون یک چیزی همچین بین مجموعه ابحاث. به نظرم تا ماه رمضان اینجا بود، بعدش هم رفت، نمیدونم چی شد. اون ماه رمضان اون سال رو ایشون مرتب میآمد اینجا و 2 نفر از دفعات لبنانی ما بودن. لذا بعدها تا مدت‌ها ایشان گاهی میآمد ایران، حالا محرمانه نمیدونم یا غیر محرمانه، یک سفری هم پیش من میآمد و حتی یک وقتی هم به من گفت که از علمای فلسطینی است که با ما رفیقه به نام سید برکت، الان اسمش نمیشونم، تو همین حماس و اینا بود، تو این کارا بود. الان اسم اون وقتا اسمش میشناختم گاهی. گفت این سید برکت میخواد بیاد قم یه مدتی دوره ببینه، میخوایم که اگه بشه زیر نظر شما باشه. گفتم اینا آمین فلسطینی مشکلات سیاسی دارن. گفت نه، اون مشکلات سیاسی با ما شما به شما. گفتم غرض اگر اون قسمت ها که حالا کجا برن کجا بیان اون دست شما باشه، چون من بلد نیستم، کار من نیست و از تخصص من خارجه. بحث علمیش اشکال نداره.